آهنگ زندگی، آهنگ زندگی. درود بر شما. با درس نوبتی از سلسله درس‌های آموزش الفبای فارسی یا الفبای نیاگان خوش آمدید. امیدوار هستم که دفترتان را آماده کردید تا محتوای این درس را بنویسید و آن را بعداً تکرار کنید. اگر سوالات، پیشنهادات یا انتقادی داشته باشید می توانید زیر این ویدیوها بنویسید و ما خیلی سپاسگزار خواهیم شد از توجه شما و این نظرات شما یا سوالاتتان می تواند به بهبود کیفیت این درس ها کمک کند. حرفی هایوتی یا هی حلقی آوایی هی را افاده می کند. این حرف در علاهیدگی و آخر کلمه چنین شکلی نوشته دارد که این شکل را هایوتی کلان هم می گوییم و در اول و مابین کلمه به این شکل است که این شکلش را هایوتی خورد هم می گوییم و مثال ها را در اینجا با هم می بینیم. میم در بالایش علامتی پیش یا ضمه می شود مو و این هم ه در بالایش علامتی فتحه یا زبر می شود موها و این هم میم که در بالایش علامتی تشدید دارد و تشدید به این معناست که این حرفی که در بالای آن است تشدید دو برابر طولانی تر یا قدرتمندتر تلفظ می شود و این هم علامتی فتحه یا زبر است در بالای میم و این هم دال همشون چی می شود؟ مو هم مد و این هم ه در بالایش علامتی پیش یا ضمه است می شود هو و این هم ر هور و این هم میم در بالایش علامتی فتحه یا زبر می شود ما و این هم ت همش می شود چی؟ حرمت و این هم ه با الف می شود ها میم در پایانش علامت زیر یا کسره دارد می شود می و این هم دال مید و همش ها مید و این هم حرفی الف است که در پایانش علامت زیر یا کسره دارد می شود ای و این هم سین ایست و این هم ت در پایانش زیر یا کسره دارد استی و این هم ر استیر و این هم الف ه در بالایش علامت فتحه یا زبر دارد ها و این هم ت استراحت و این هم س در بالایش علامت فتحه یا زبر می شود س و این هم ه در بالایش علامت فتحه یا زبر می شود ها و این هم ر سحر و این هم میم در بالایش علامت فتحه یا زبر می شود ما و این هم ه مه و این هم ب و این هم واو بو محبو و این هم ب و در آخرش های حوض که ا را افاده کرده است همشون می شود چی؟ محبوبه محبوبه و این هم ه در بالایش علامتی زبر یا فتحه ها و این هم میم که در بالایش علامتی تشدید آمده است و گفتیم که تشدید به این معناست که حرفی که در زیر آن است دو برابر طولانی تر تلفظ می شود و این هم الف و میم همشون می شود چی؟ حمام و این هم ه در بالایش علامتی پیش یا ضمه آمده است می شود هو و این هم سین و این هم نون همش شد حسن و این هم ه در بالایش علامتی فتحه یا زبر می شود ها و این هم سین در بالایش علامتی فتحه یا زبر می شود س و این هم نون حسن همش شد و این هم میم در بالایش علامتی پیش یا ضمه می شود مو و این هم ه در بالایش علامتی زبر می شود ها و این هم ب که در بالایش باز هم علامتی تشدید آمده است که به این معنی است که حرفی ب دو برابر طولانی تر تلفظ می شود و در بالایش علامتی زبر یا فتحه دارد محبه و این هم ت محبت و این هم الف در بالایش علامتی زبر یا فتحه می شود و این هم ه می شود و این هم میم در بالایش علامتی فتحه یا زبر می شود ما و این هم دال همش چی می شود؟ احمد و این هم ه در بالایش علامتی فتحه یا زبر می شود ها
و این هم ر هر و این هم الف هرا و این هم ر در بالایش علامتی فتحه یا زبر میشد را و این هم ت همش چی شد؟ حرارت. گفتنی هستم که حرف ه تنها در کلمه های نوشته می شود که از زبان عربی به زبان ما آمدند. از روی همین که کلمه این حرف را دارد می شود گفت که آن از زبان عربی به زبان ما آمده است، یعنی اصالتا فارسی نیست. و این کلمه های عربی به زبان ما آمدند، وارد شدند و طی قرنها بیگانگی خودشان را از دست دادند، یعنی چون کلمه های زبان ما شدند که در زندگی هر روزه ما از آنها استفاده میکنیم. خوب دوستان، با حرف تازه در این درس آشنا شدید. امیدوار هستم که درس‌های بعدی ما را منتظر خواهید بود تا که با حرف‌های دیگری آشنا شوید و این ویدیوها برای وسعت دانش شما، گسترش دانش شما کمک کرده باشند. و اگر بخواهید به صورت دائم این ویدیوها را تماشا بکنید، لطفاً به کانال ما عضو بشوید، آن را امضا کنید و با جمعی از دوستداران این کانال بپیوندید. خیلی ممنون و موفق.